سلام و عرض خسته نباشید خدمت بچه‌های عزیز کنکوری. بچه‌ها ما با تحلیل کنکور اردیبهشت 403 در خدمت شما هستیم، ولی مدل تحلیلمون چطوریه؟ بچه‌ها ما برای هر تستی که اینجا حل میکنیم شبیه سازش هم حالا تو کنکورهای سالهای قبل یا حالت تألیفیش هم واسهتون قرار میدیم که در واقع شما مدل های شبیهش هم دیده باشید. فکر میکنم هولوش 80 تا سوال یا 90 تا سوال ما در کنار تست های کنکور حل خواهیم کرد. خب ببینید بچه ها، شما زمانی که اینجوری در واقع رادیکال ها رو به صورت اتحاد مزدوج این شکلی میبینید، خب که با هم جمع یا منها شده، یکی از راههای خیلی خوبی که من بارها سر کلاس روش تاکید کردم اینه که حالا مثلا تو کنکور 401 هم الان شما میبینید که الان مثلا این رادیکاله به صورت اتحاد مزدوج منتها بینش منهاست، اینجا مثلا بینش جمعه. اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید در واقع تی بگیرید و به توان 2 برسونید. یعنی من کاری که باید انجام بدم چیه؟ اینو مساوی تی میگیرم، بعد به توان 2 میرسونم. الان اگر اینو به توان 2 برسونیم چی میشه بچه ها؟ ببینید تی به توان 2، یا میتونید مثلا کل این عبارت رو تی بگیرید، فرق نمیکنه. حالا من کل این کسره رو اینجا برمیدارم چیکار میکنم؟ تی در نظر میگیرم، اینو تی در نظر میگیرم و به توان 2 میرسونم ببینم که چه اتفاقی میفته. خب بچه اگر شما اینو تی بگیرید بعد به توان 2 برسونید چی میشه؟ اینجا تی به توان 2 مساوی است با خط کسری. ببینیم اینجا چی میشه. خب مخرجش که به توان 2 اگر برسه رادیکالش میپره، صورتش هم به توان 2 برسه میشه اولی به توان 2 به علاوه دومی به توان 2، اولی به توان 2 به علاوه دومی به توان 2 به علاوه 2 برابر ضرب این دوتا. ضرب این دوتا میشه رادیکال در واقع اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2، این شکلی. خب این ضرب این دوتا اتحاد مزدوجه دیگه. رادیکال 3 منهای 1 در رادیکال 3 به علاوه 1 میشه 3 منهای 1. خلاصه این 1 با این 1 میره و کل صورت بچه ها میشه 2 رادیکال 3 به علاوه 2 رادیکال 2 به روی رادیکال 3 منهای رادیکال 2. از یه دونه 2 فاکتور میگیریم میشه رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 به روی رادیکال 3 منهای رادیکال 2. حالا برمیدارید اینو در رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 ضرب میکنید. در رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 که ضرب کنید ضرب مخرج ها بچه 1 میشه و این میشه 2 تا رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 در رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 میشه رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 به توان 2. بنابراین تی به توان 2 بچه این شده. اینم یه عبارت مثبته دیگه. حالا از دو طرف جذر میگیریم، تی برابر است با 2 جذرش میشه رادیکال 2. این عبارت هم اگر جذر بگیری خب توان 2ش میپره میشه رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 که اینو ضرب میکنیم این شکلی. رادیکال 2 در رادیکال 3 میشه رادیکال 6، رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2. پس میشه رادیکال 6 به علاوه 2. یه دونه در واقع 2 ازش ساده میکنیم، اینجا چی باقی میمونه؟ یه دونه رادیکال 6 باقی میمونه، گزینه 4 میشه که شما اینجا میبینید. حالا این سوال کنکور امسال بود که به نظرم ایدهش مثلا خیلی تکراری بود ولی جالب بود سوالش. بالاخره یه ذره دانش آموزم باید به محاسبات دقت میکرد سر جلسه. حالا بچه اینجا این یکی ها نگاه کنید، این یه کوچولو مثلا شبیه همونه، یعنی شبیه هم با یه ذره تفاوت. این کسر اول شما هم میتونی گویا کنی هم کسر اولو. بچه این مال کنکور 401 که مثلا این تیکش شبیه اینه. خب ببین صورتش که داری رادیکال 2 به علاوه رادیکال 5، مخرجم به جای رادیکال 10 میذاری رادیکال 2 ضرب در رادیکال 5، به جای 2 هم میذاری رادیکال 2 به توان 2 که مخرج میتونید از یه رادیکال 2 فاکتور بگیرید میشه رادیکال 5 به علاوه رادیکال 2. صورت هم رادیکال 2 به علاوه رادیکال 5
که اینجا این با این میره. یعنی میشه اینو گویا هم کرده بچه ها، ولی ساده میشه 1 به روی رادیکال 2. این کسر اول. عبارت دومو بچه ها من اگر این عبارت رو تی در نظر بگیرم، اینو به توان 2 میرسونم. تی 2 برابر است با اولی به توان 2 3 منهای رادیکال 5 به علاوه دومی به توان 2 3 به علاوه رادیکال 5 منهای 2 برابر ضرب این دوتا. یه رادیکال می نویسم، ضرب این دوتا میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2 که رادیکال 5 با رادیکال 5 میره. این میشه 3 و 3 6 منهای 4 میشه 2. تی به توان 2 میشه 2. از این جذر میگیریم. در نتیجه تی برابر است با مثبت و منفی رادیکال 2. حالا اتفاقی که اینجا رخ میده چیه؟ این عبارته یه عبارت منفی 100%. چون یه عبارت منفیه، تی میشه منفی رادیکال 2. پس اولی میشه 1 به روی رادیکال 2 در منفی رادیکال 2 ضرب کنیم میشه منفی. بچه این عبارت منفی ها، چون ببین این نسبت به این کوچیک‌تره. این نسبت به این کوچیک‌تره، بنابراین تی یک عبارت منفیه. حالا میرم سراغ سوال بعدی که تو سوال بعدی بچه ها ببین باز این ایده‌ای که تو مخرجش میبینید تکرار شده. خب تو مخرج این دوباره این رادیکالا به این صورت تکرار شدن که ما چیکار میکنیم اینجا؟ مخرج اینو من اگر تی بگیرم به توان 2 میرسونم. به توان 2 برسونم میشه اولی به توان 2 به علاوه دومی به توان 2 به علاوه 2 برابر ضرب این دوتا. خب ضرب این دوتا میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2 که این با این میره. خلاصه 4 و 4 8 به علاوه 6 میشه 14. جذر میگیریم. تی میشه رادیکال 14. مخرج این برابر رادیکال 14 میشه که اینجا میبینید. این راجع به مخرج این کسره. بچه صورت اینو یه صحبتی دارم. صورت اینو ببین بچه من هر زمانی که رادیکال مرکب میبینم، هر زمانی که رادیکال مرکب میبینم که ضریب رادیکال زوجه، خب ضریب رادیکال که میبینم زوجه، میام از اون روش رادیکال مرکب میرم. شاید بپرسی کدوم روش؟ بذار یه مثال بزنم. ببین بچه مثلا یکی میگه رادیکال 5 به علاوه 2 رادیکال 6 این چی میشه؟ ببین بچه اینو شما چون بینش جمعه به صورت جمع دو تا رادیکال مینویسی. بعد این ضریب این رادیکاله که زوجه رو نصفش میکنی، به توان 2 میرسونی میشه 6. این ضرب نشون میده، این جمع نشون میده. خب ضرب 6 جمعش 5 پس میشه 3 و 2. 3 و 2 ضرب 6 جمعش 5 بنابراین میشه رادیکال 3 بر رادیکال 2. یعنی الان مثلا شما وقتی داری رادیکال 88 به علاوه 18 رادیکال 7، اینو به صورت جمع دو تا رادیکال اینجوری می‌نویسید. اینو نصف می‌کنید میشه 9. به توان 2 میرسونید بچه‌ها. این به توان 2 برسه میشه 81 ضرب بر 7. این ضرب نشون میده، این جمع نشون میده. خب میشه 81 و 7. یعنی صورت اینا اگر بخوایم بنویسیم این میشه 9 به علاوه رادیکال 7. این میشه 9 منهای رادیکال 7. اگر اینا رو منها کنید میشه 2 رادیکال 7. این میشه صورت. پس بچه ها الان من برای محاسبه این کسری که اینجا میبینید صورتش میشه 2 رادیکال 7، مخرج میشه رادیکال 14. این رادیکال ها که ببین بچه ها وقتی دو تا چیز زیر رادیکاله که با هم ساده میشه رادیکال 2. اینو گویا میکنم. اینو اگر گویا کنم میشه 2 رادیکال 7 به روی 2 میشه رادیکال 2. گزینه 2 میشه که اینجا میبینید. حالا میخوام یه سوال شبیه سوال کنکور امسال که حالا تألیفی خودم هم هست، شبیه تست کنکوره، با هم دیگه حل کنیم. باز این تیکش رو اگر نگاه کنید 2 تا رادیکال میبینید که با هم جمع شده به صورت مزدوج هم هست. ما برمی‌داریم اینا میگیریم تی.
خب من اینو به توان 2 برسونم. بچه ببینید اینو به توان 2 برسونیم، مخرج میشه رادیکال 7 منهای رادیکال 3. صورتش ببینید چی میشه؟ اولی به توان 2 میشه رادیکال 7 منهای 2 به علاوه دومی به توان 2 رادیکالش برداشته میشه به علاوه 2 برابر ضرب این دوتا. ضرب این دوتا یه رادیکال بزرگ میذارید، ضرب این دوتا میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2 که اتفاقی که میفته 2 با 2 میره، کل صورتش میشه 2 رادیکال 7 به علاوه 2 رادیکال 3 به روی رادیکال 7 منهای رادیکال 3. اینو در رادیکال 7 به علاوه رادیکال 3 ضرب میکنم، به اصطلاح دارم گویا میکنم که وقتی اینو ضرب کنید ضرب مخرج ها میشه 4. صورت هم از یه دونه 2 اینجا فاکتور میگیریم، رادیکال 7 به علاوه 3 در رادیکال 7 به علاوه 3 میشه رادیکال 7 به علاوه رادیکال 3 به توان 2. اینم با این میره. حالا از دو طرف این جذر میگیریم، تی پیدا میشه، رادیکال 7 به علاوه رادیکال 3 به روی رادیکال 2. خب حالا بچه ها ببین شما تی الان این کسر رو تفکیک میکنیم، میشه رادیکال 7 دوم به علاوه رادیکال 3 دوم. کسر اول رو نگاه کنید، رادیکال 7 دوم اینو در یه رادیکال 2 این شکلی ضرب میکنیم، صورت میشه رادیکال 14 دوم. ببینیم میشه رادیکال 14 دوم. رادیکال 3 دوم هم اگر گویا کنید چی میشه؟ ضرب در رادیکال 2 میکنیم، میشه رادیکال 6 دوم. حالا بچه ها اینجا این دوتا که با هم جمع شدن یه رادیکال 14 دوم ازش کم میکنیم، میشه رادیکال 6 دوم. گزینه 3 میشه. این خب خیلی قشنگ بود، شبیه تست کنکور امسال هم بود. بچه ها من الان سوال اول رو واسه تون بررسی کردم، به نظرم خیلی ایده های خوبی هم یاد گرفتیم. تا بریم سراغ تست این بازه فقط یک عدد داره. ببین بچه توی این سوالات شما میتونی مثلا اینو 1 بذاری، ببینی که به مرور چه اتفاقی برای بازه میفته. بازه مثلا کوچیک میشه، بزرگ میشه. ببین من اینجا 1 بذارم، خب سمت چپش ببین 1 بذاری میشه 2 دوم که میشه 1. اینجا هم اگر 1 بذاری میشه 4 یکم که میشه 4. الان این چند تا عدد صحیح توش داره؟ خب یه 2 داره، یه 3 داره، خب 2 تا عدد صحیح داره. خب حالا بیایید اینو بذاریم 2. اینو بذاریم 2. ببین بچه ها اینجا 2 بذاری میشه 1 دوم. ببین از این نیم تا کم میشه. ببین سمت چپ این یه حالا دنباله که این نیم تا ازش کم میشه. اینجا اگر 2 بذاری میشه 5 دوم. 5 دوم یا 2.5. خب بچه 2.5 اینجا یه 1 داریم، یه 2 داریم، 2 تا عدد داریم که اینم هیچ. حالا اینو 3 میذاریم، نسبت به این دوباره نیم تا دیگه کم میشه. اینجا اگر 3 بذارم میشه 6 سوم که میشه 2. این یه دونه عدد صحیح داره. خب این همون چیزیه که ما دوست داشتیم اتفاق بیفته. و مثلا اینو 4 بذاریم، دوباره از این نیم تا دیگه کم میشه. ولی اینو بچه ببینید این یه دنباله‌ایه که در واقع لیمیتش تو بی نهایت میشه 1. یعنی حالا اینش خیلی مهم نیست. ولی 4 بذاریم میشه 7 چهارم. 7 چهارم. میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که این هی به 1 نزدیکتر میشه ولی از 1 بزرگتره. الان 7 چهارم یعنی 1 خورده ای. خب اینجا یه دونه 0 داریم، یه دونه 1 داریم، یعنی 2 تا میشه. خب من میگم بچه ببین چیزی که من از این حس میکنم، یعنی شما مثلا اینو 5 بذاری، دوباره از این نیم تا کم میشه. اینم مثلا 5 بذاری توش میشه 8 پنجم. یعنی منظورم اینه که این 1 خورده ایه. توی اینجا هم 1 هم 0. یعنی ببین بچه اینجا 2 تا عدد صحیح یا بیشتر رو توش داره. یعنی از اینجا به بعد خیلی دیگه ما نمیتونیم یه دونه عدد صحیح داشته باشیم. بنابراین تنها حالتش این میشه. حالا بچه ها توی اینجا یه خطایی وجود داره. بعضی از بچه ها فکر میکنن که وقتی میگه شامل یه دونه عدد صحیح یعنی طول بازه باید مثلا کمتر از چه میدونم 2 باشه. طول بازه کمتر از 2 باشه. بچه این غلطه ها. ببین الان مثلا شما این غلطه ها. ببین مثلا شما میگی بازه 1 و 1 دهم
تا مثلا 3.1 مثلا 3 و مثلا 1.2 تا 3.1. الان بچه ببین طول این بازه میشه 1.9. خب طول این بازه یعنی این دوتا رو منها کنیم میشه 1.9، ولی توی این دوتا اسعیه، هم 2 هم 3. یعنی شما وقتی میگه طول بازه کمتر از 2 باشه، یعنی بازه 1 یا 2 عدد صحیح داره. بنابراین اینو بعضیا سر جلسه کنکور از این استفاده کردن، گفته بودن اگر این دوتا رو منها کنیم باید کمتر از 2 باشه. خب چه انهایی به دست میاد؟ اونا رو در نظر گرفته بودن. یعنی مثلا دانش آموز اینجوری حل کرده بود، این دوتا رو منها کرده بود، n به علاوه 3 نم و منهای 3 منهای n دوم کرده بود، گفته بود این باید کمتر از 2 باشه. این شکلی. حالا مثلا چه میدونم اینجا اینم تفکیک کنیم میشه 1 به علاوه 3 نم منهای 3 دوم به علاوه n دوم کمتر از 2. مثلا خلاصه این شکلی میشه 3 نم به علاوه n دوم، اینجا مثلا این ور ببرید میشه 2.5 5 دوم. حالا مثلا چه میدونم اینجا اعداد مختلف اومدن تست کردن، مثلا گفتن 1 که نمیشه، 2 مثلا میشه، مثلا 2 بذارید توی این میشه، مثلا 2 بذارید این میشه 1.5 و 1 میشه در واقع 1.5 با 1 مثلا میشه 2.5 5 دوم. طول بازه کمتر مساوی 2 گرفتن. حالا این شکلی اومدن مثلا 3 گرفتن دیدن میشه، بعد مثلا 2 تا جواب در نظر گرفتن. بچه‌ها خلاصه این غلط ها، این روشی که تو بگی مثلا طول بازه کمتر از 2 پس حل کنی بره، این اشتباه. این روش باید سعی کنی که میدونی اینایی که میگن توی این بازه چه اتفاقاتی افتاده، باید سعی کنی یه سعی و خطا کنی، کم کم راجع به اون بازه اظهار نظر کنی. الان نگاه کنید، من مثلا گفتم برای چند عدد طبیعی این بازه شامل 3 تا عدد صحیح، یعنی همون سوال قبلی و کردمش 3 تا. خب بچه ها ببینیم که تو چه شرایطی میتونه 3 تا عدد داشته باشه. خب بذار ادامه همین دیگه. ببین بچه شما وقتی که n اینجا که فعلا 2 تا 1 اینجا 2 تا، مثلا اگر n 6 بذارید، n 6 بذارید دوباره از این نیم تا کم میشه، میشه منفی 1.5. اینجا هم 6 بذارید مثلا میشه 9 شیشم یا 3 دوم، میشه 1.5 مثلا میشه 9 شیشم. اینجا میشه 1 خورده ای. بچه ها شما هر عددی اینجا بذارید، ببین اینجا میشه 1 خورده ای، این میشه 1 خورده ای. ببین از اینجا کم 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 شد دیگه، هی به 1 نزدیکتر میشه ولی 1 خورده ایه. خب این الان چند تا از صحیح داره؟ یکیش 1، یکیش 0، یکیش منفی 1. این 3 تا از صحیح داره. خب حالا دوباره اینو 7 بذارید، اینو اگر 7 بذارم این میشه منفی 2، اینجا هم 7 بذارید میشه 10 هفتم، باز میشه 1 خورده ای. خب الان چند تا از صحیح تو این داریم؟ 1 و 0 و منفی 1، بازم 3 تا از صحیح میشه. تا الان این دوتا واسه من مورد قبوله. اینو اگر 8 بذارم دوباره نیم تا از این کم میشه، میشه منفی 2.5. اینجا هم 8 بذاریم 8 و 3 میشه 11 هشتم، باز میشه 1 خورده ای که این دفعه میشه 4 تا عدد. بچه هی بازش بازتر داره میشه، یعنی این ورش 1 خورده ایه، این ور هی نیم تا کم میشه. پس چند تا ما داریم؟ 2 تا. درسی که ما از این سوال میفهمیم چیه؟ درسی که ما میفهمیم اینه که شما مثلا وقتی اگر مثلا یه جایی مثلا 2n منهای 3 دیدی، مثلا اینو 1 بذاری میشه منفی 1، اینو 2 بذاری میشه 1، اینو 3 بذاری میشه 3، 4 بذاری میشه 5، 2 تا بهش اضافه میشه، به این 2 تا اضافه میشه. خب این یه حالت دنبال حسابی داره. ببین سمت چپ این منفی n دوم یعنی نیم تا کم میشه. حالا اگر یه جایی مثلا یکی بیاد بهت بگه n به علاوه 3 مثلا n حالا مثلا 2n به علاوه 3 نم، این بچه ها ببین پرتوان که بزنید میشه 2، یعنی این به 2 نزدیک میشه. یعنی مثلا شما 1 بذاری توی این میشه 5.
اینو 1 بذاری میشه 5. 2 بذاری تو این مثلا میشه 7 دوم، میشه 3.5. خب حالا مثلا 3 بذاری چی میشه؟ میشه 9 سوم که میشه 3. میبینی داره به 2 نزدیک‌تر میشه. 4 بذاری 8 به علاوه 3 میشه 11 چهارم. 11 چهارم مثلا میشه 2.75. حالا از اینجا به بعد دیگه میشه 2 خورده ای. ببین این کسریایی که هموگرافیکی هن به یه عددی میل میکنن دیگه تو لیمیت. از اینجا به بعد دیگه میشه 2 خورده ای. اینو دقت کن. الان مثلا بعدی نگاه کنید بچه‌ها. بعدی بچه‌ها این آخرش به 2 نزدیک میشه. این به 2 نزدیک میشه. این به چی؟ اینم اگر پرتمام بزنیم به -1 نزدیک میشه. حالا بیاید تست کنیم. میگه اگر n عدد طبیعی باشه این بازه حد اکثر چند تا عدد توشه. خب اینو 1 بذاریم. اینو 1 بذاریم. این میشه -4 تا 7. -4 تا 7 چند تا عدد صحیح توش داره؟ 1 تا 6 -1 -2 -3 10 تا عدد داره. خب حالا باید ببینیم بازش چیز میشه، کوچیک میشه یا بزرگ میشه. من پیش بینی میکنم که این چون داره به 2 میل میکنه به -1 قراره بازش کوچیک بشه. حالا اینو 2 بذاریم. اینا دیگه تألیفی های خودمن دیگه. اینجا اینو 2 بذاریم میشه -5 دوم، میشه -2.5. اینجا اگر اینو 2 بذارید میشه 9 دوم 4.5. میبینی بازش کوچیک شد. خب قراره این به 2 میل کنه دیگه. این به 2 میل کنه، این به من. بازش کوچیک شد. این چند تا عدد داره؟ یه 4 تا با 2 تا 6 تا با یکی این 7 تا عدد صحیح داخلشه. اینا مثلا من دیگه خودم یه ذره تغییر دادم تست کنکور رو. اینو 3 میذارم. بچه‌ها الان اگر اینو 3 بذاریم چه اتفاقی میفته؟ اینو 3 بذارید این میشه -6 سوم، میشه -2. اینجا مثلا 3 بذارید میشه 11 سوم. 11 سوم یعنی 3 خورده ای. خب چند تا از صحیح توش داره؟ 1 تا 3 -1 و 5 تا 6 تا. خب اینو 4 بذارم. اینو 4 بذارم چی میشه؟ 4 بذارم میشه -7 چهارم، میشه -1 خورده ای. اینجا 4 بذاریم میشه 13 چهارم. 13 چهارم میشه 3 خورده ای. 13 به روی 4 باز میشه 3 خورده ای. این چند تا عدد توش داره؟ 3 4 5. بچه من دارم اینا رو چیز میکنم و میخوام یه طوری باشه که کامل بفهمید قصه چی. ولی الان جواب ما 10 دیگه. حد اکثر چند تا عدد صحیح داره؟ 10 تا دیگه، تهش 10 تاست. ولی حالا داریم ادامه میدیم با هم دیگه کار میکنیم رو تست. من همیشه میگم آقا تستای کنکور رو تا جایی که میتونید هی به زاویه‌های مختلف نگاه کنید. من دارم این کار رو واسط انجام میدم. اینا یا 5 بذاری میشه -8 پنجم یا مثلا 1 خورده ای. مثلا اینجا 5 بذاری میشه 15 پنجم که میشه 3. این چند تا عدد داره؟ این دیگه خود 3 رو نداره. 2 1 و 0 و -. این 4 تا عدد داره. میبینی هی داره بازش کوچیک‌تر میشه. اینا اگر 6 بذاریم چی میشه؟ اینا 6 بذاریم میشه -9 ششم -1 خورده ای باز. اینجا اگر 6 بذارید میشه 12 و 17 ششم. 17 ششم هم در واقع میشه 2 خورده ای. این دیگه بچه از اینجا به بعدش، از اینجا به بعد همشون همینطوری هن. 2 خورده ای -1 خورده ای. یعنی 1 رو دارن، 2 و 0 و منفی. یعنی از اینجا به بعد 4 تا عدد دارن. یعنی من راجع به این سوال میتونم بگم حد اکثر 10 عدد صحیح داره، حداقل 4 عدد صحیح توی این بازه هستش دیگه. حالا دونه دونه بررسی کردیم. پس تو این سوالا یه عدد بذارید چک کنید. حالا بچه‌ها بیاید بریم بعدی ها مثلا نگاه کنیم. میگه برای چند عدد n این بازه شامل فقط 3 عدد صحیح است. خب ببین بچه‌ها بذارید جدول بکشیم مثلا با هم دیگه چک کنیم ببینیم که مثلا n و عدد بذاریم بازش ببینیم چی میشه، تعداد عدد صحیح چند تاست. خب ببین الان مثلا شما اینو 1 بذارید. خب ببین اینو 1 بذاریم میشه -3. اینجا هم 1 بذارید میشه -1. خب تنها عددی که تو این داریم 1، یه عدد داریم.
منفی 2. خب 2 بذاریم، 2 بذاریم میشه منفی 2.5. 2 اونور بذاریم میشه 1/2. 0 داره و منفی 1 و منفی 2، این میشه 3 عدد. خب این خوبه. اینو 3 بذاریم میشه منفی 2 خورده ای. بچه این وره سمت چپش کلا میشه منفی 2 خورده ای از اینجا به بعد. اینجا 3 بذارم میشه منفی 1/3. این هی یکی در میون مثبت منفی میشه. این چیا داره؟ منفی 1 و منفی 2. این 2 تا عدد داره. اینو 4 بذارم، اینو 4 بذارم، این ور میشه منفی 2 خورده ای. اینجا 4 بذارم میشه 1/4. خب این چی داره؟ 0 و منفی 1 و منفی 2. این 3 عدد داره. اگر یه ذره دقت کنید میبینید اینایی که زوج میذاری این ورش میشه منفی 2 خورده ای، اینجا هم یه عدد کوچولو میشه 0 و منفی 1 و منفی 2 میشه 3 تا عدد، یعنی بی شمار ما حالت داریم. جوابش هم میشه انهای زوج. پس بچه ها این تست کنکور هم که خیلی جدید بود و من سعی کردم با 3 تا سوال متفاوت واسهتون جمع و جورش کنم. اینم از این. بریم سراغ تست شماره 3. میگه اگر ABC 3 جمله نخست دنباله حسابی باشد و مجموع آنها 81 باشد، A به علاوه B به علاوه C 81 نه 18 باشد. مجموع این 4 تا چی میشه؟ 1/2 A به علاوه 2B به علاوه 3/2 C به علاوه A منهای 1/2 B. خب 1/2 A به علاوه A میشه 3/2 A به علاوه 2B منهای 1/2 B میشه 3/2 B به علاوه 3/2 C. از 3/2 فاکتور میگیریم میشه A به علاوه B به علاوه C. به جای A به علاوه B به علاوه C میذاریم 18 میشه 3/2 ضرب در 18 میشه 27. بچه این سوال هیچ ربطی به دنباله هندسی اصلا نداشت. به نظر من میدونی سوال اصلا سوال این بود آقا A به علاوه B به علاوه C 18 جمع اینا چند میشه؟ خیلی سوالش اصلا دنباله حسابی نبود. به نظرم سوالش مربوط به مثلا کلاس چه میدونم 7م 8م بود. یعنی اینا رو باید جمع میزدی، مثلا این میشد یه 3/2 فاکتور میگرفت، اینم 18 بود این شکلی. خب حالا من اومدم بچه‌ها 2 تا سوال نوشتم شبیه این که حالا یه ایده های ریزی هم توش داره. ببین میگه ABC 3 جمله نخست دنباله هندسیه، حاصل ضرب 16. من برداشتم حاصل ضرب اینا رو دادم 16. خب حاصل ضرب اینا رو که دادم 16، حالا سوال حاصل ضرب اینا رو میخواد. رادیکال AB2 در C رادیکال C در A در 1 به روی 2 رادیکال B. این شکلیه. حالا بچه ها نگاه کنید، من میگم اینجا یه دونه، ببین من یه دونه چی دارم اینجا، اینو نگاه کنید، B2 به روی رادیکال B. B2 به روی رادیکال B اگر اینو گویاش کنید میشه B رادیکال B. خب پس بچه ها نگاه کنید الان ما چی داریم؟ یه 2 هم تو مخرج داریم. من می‌نویسم یه دوم. ببین یه A رادیکال A داریم، یه دونه B رادیکال B داریم، یه دونه C رادیکال C داریم. بنابراین میشه ABC در رادیکال ABC به روی 2. A و B و C بیرون رادیکاله، در رادیکال ABC به روی 2. حالا ضربش داده 16، ما به جای ضرب این میذاریم 16 که میشه 4 8 تا 32 تا گزینه 2 میشه. پس بچه من همون بازی رو انجام دادم، منتها به جای جمع بردم تو فاز ضرب. خیلی قشنگ بود، شبیه ساز قشنگی بود. حالا یه تست دیگه نوشتم، این خب سختره چون دنبال هندسی هم تو این بازی وارد کردم، باید حواست باشه. میگه A و B و C 3 جمله نخست یک دنبال هندسیه. خب بیشترین مقدار مجموع اینا کدام است؟ خب بچه اینا رو جمع بزنیم. 1/2 AC به علاوه 2B به علاوه 2C 2A دوباره B
منهای آسی منهای آ و بی منهای آ. بچه ها بیشترین مقدار اینا میخواد. میدونی یه ذره بازی قشنگی توی این سوال راه انداختم، الان متوجه این بازی میشی. خب اول شبیه تست کنکوره، منتها حالا اول یه سری محاسبات داره، دعا و آ با آ میره، یعنی مثلا همون محاسباتی که تو تست کنکور نیاز بود و من اینجا نوشتم. 1/2 آسی منهای آسی میشه -1/2 آسی دیگه، 2b 3b 4b به علاوه 4b. خب حالا بچه ها اتفاقی که اینجا افتاده چیه؟ گفته اینا 3 جمله نخست دنباله هندسیه، وسطی به توان 2 میشه ضرب 2 تا کناری، به جای آسی میذاریم b2، پس میشه -1/2 b2 به علاوه 4b. بچه بیشترین مقدار اینا میخواد دیگه. خب بیشترین مقدار این یک سهمیه رو به پایینه، یه حالت میدونی چی داره؟ یه حالت رأس سهمی و اینا داره. جالب سوالش بچه. سهمی بیشترین مقدارش بی میشه چی؟ میشه منفی بی به روی 2، یعنی -4 به روی -1 که میشه 4. بی و 4 قرار میدیم. اگر بی و 4 بذاریم 16 به روی 2 میشه -8 به علاوه 16 میشه 8. این میشه جواب مسئله ما. گزینه 2 میشه که شما اینجا ملاحظه میفرمایید. این از این سوال که اینم مثلا من یه ذره ایده نو بهت دادم که قشنگ بود، یه دنبال هندسیش هم یه استفاده بشه. این هم از تست شماره 3. حالا اینو